برگردیم. اصول ما این است که کتاب و سنت به فهم سلف صالح، کتاب و سنت به فهم صحابه، به فهم تابعین، به فهم تبع تابعین. کسانی که عقیده ما را نمیدانند بیایند عقیده ما را از زبان ما بشنوند، تهمت نزنند به ما که فرقه جدیدی است، فرقه جدیدی است، فرقه نو ظهوری است. بیایید از ما، از زبان خود ما بشنوید، از کتاب ما خود ما بشنوید. نمیدانید که ما چی میگوییم. بله، همینه که بار بار تکرار میکنیم که کتاب الله و سنت رسول الله به فهم صحابه و تابعین و تبع تابعین. نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، همه احکام ما یک حکمی از احکام. این من جایزه میذارم برای کسانی که به ما انتقاد میکنند. یک حکمی از احکام دین برخلاف منهج سلف صالح، برخلاف منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب و سنت باشد، بیاد جایزه بگیرد و ما تنبیه بکند. اما اول بیاید روبرو بشه، روبرو مقابل ما بنشیند، سخنان ما را بشنود و ببیند که ما از کجا صحبت میکنیم. چرا پشت سر ما حرف میزنند؟ این تهمتی است. روز قیامت بترسند کسانی که به مسلمین، به مؤمنین تهمت بزنند و الکی حرف بزنند. بیایند واقعا اگر میدانند که این فرقه نوظهوری است، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نبوده، در زمان تابعین نبوده، تبع تابعین نبوده، بیایند روبرو ما بشینند، صحبت کنند با ما. ان شاء الله ما هم به همه چنین افرادی دعوت میدهیم که به گفتگو، به گفتمان مسالمت آمیز، به گفتمان دوستانه بیان. ما حاضر هستیم.